سلام بچه ها، میخوایم لامپ های LED خونگی ها تعمیر کنیم. به این صورت بازش میکنیم، دنبال لامپ سوخته میگردیم. پیداست وسطش مشکیه، اینا باشه. با نوک چاقو میکنیم به این صورت. بچه ها وسط این LED یه خط باریکه، این خط باریک باید این دوتا به هم اتصال پیدا کنه. حالا کسایی که هویه ندارن میتونن با نوک چاقو اینو به هم دیگه متصل کنن به این صورت. حالا من هویه دارم ولی خب اینو آموزش دادم که یاد بگیریم با نوک چاقو این دوتا رو به هم متصل میکنیم. کسایی که هویه دارن خب لحیم کاری رو به این صورت این دوتا نقطه را به هم وصل میکنیم. دوربینو بگی نزدیک‌تر. ببینید بچه ها الان اتصال شد. ببین بقیه هم به همین صورت بوده، سوخته بوده، ما تعمیرش کردیم که تو این شرایط اقتصادی نخواهیم بریم پول تعمیرات بدیم. یه صفحش الان 150-200 پولشه. شد این هم نزدیک ببینید که روشن شد.